اما اصلا این چیه؟ این؟ نه این ترکیه. مرحبا arkadaş. آقا مسعود امروز هر کدوم قراره یه روز کامل طرف یه ملیت دیگه باشیم. یعنی الان تو ایرانی، من ایرانیم، ولی قراره امروز رو یه کشور دیگه باشیم. ویدیو کنسله. حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم دارت بزنیم و هر کشوری که خورد عین همون رفتار می‌کنیم. مثلا زبون، غذا، چالشاشون، همه چی. اصلا انگار تو همون کشوری. بریم بزنیم آقا مسعود. بریم بزنیم. سبز منم. قرمز منم. برو بریم. بزن حاجی یه کشور. خب بریم بر من. 3 2 من که دارم نیزه پرتاب می‌کنم. حاجی من می‌خوام هند یا ترکیه بیفته. برو من. حاجی خورد برگرد. برو من. یه دارت هم نمیتونیم پرت کنیم. دهنت هند. حاجی بیا وسط زدم. حاجی من از زده بودم رو خال. بریم داشتالی میخواد پرتابه. صد امتیازی و این دیگه جدیات میزنم. من نمیخوام آقا بازی کنم. این دیگه باید ترکیه. مرحبا arkadaş. برو بریم. Seni çok seviyorum. درست گفتم؟ Seni çok seviyorum. حاجی این اگه من ترکیه میافتادم خیلی بهتره. مسعود اصالتا ترک همون سخت کرد دیگه. بریم. بریم. داداشم بمبئی. میریم الان لباس همون کشور رو میخرم. تو ترکیه چیزی لباسی نداره. من راحتم. چیکو مناه. کل پراه. بریم. بچه‌ها در حال رفتن برای خرید لباس. من میخوام شبیه رجب بشم. فیلم ترکیه رجب رو دیدید یا نه؟ من دیدم. من خودم میخوام شبیه اون درست کنم. منم که چند تا لباس تو چیه؟ یه لباس هندی. مسعود قیافش دیدن داره الان. داشته باشین چی میخوام بزنم. آیفیل بردار. جان. چیکو چای چیکو منای. الو ببه تو صندوق کیلو جنسه. کی بود اسم میکنم کیو. اومدیم لباس بگیریم. کارو بگیر. فروشگاه رو بگیر. اینجا همه چی پیدا میشه، یعنی از جون مرغ تا شیر آدم میذاره. این کلاهیه که دقیقاً رجب میذاره. دقیقاً نیست ولی خب شبیه دیگه. ببین یا شلوار این رنگیه یا این رنگیه. برای مسعود اومدیم شال بگیریم، موندیم چه رنگی بگیریم. من میگم همونو بگی سمت چپیه. نارنجی شلوار. آره نه نارنجی نه بغلیه. این چه رنگی قهوه‌ای روشنه؟ شلوار اون رنگی نه، این رنگی نبوده شلواره حاجی. عکس داری؟ نه تو ماشینه. خانم چه رنگی دوست داری؟ یه چیزی بده که بتونیم ست کنیم دی. همونی که من گفتم بسن. آره. همین خوبه ها. یا میخوای قرمز بزن اصلا؟ چرا؟ اگه شال با این رنگ ست بشه قشنگ نمیشه. نه قشنگ نمیشه. تو با شلوارش بره. میافته اینم پنهان میشه. من خودم شال فروشی کار کردم. باشه فهمیدی. همین بگیر دیگه. آقا سلام. خوبی؟ خسته نباشی. 500 گرم گوشت گوساله ما میدیم. آره دمت گرم. اومدیم گوش بگیریم. سولیو گذاشتن تو یخچال. عجب جیگرایی. اومدیم فروشگاه. الان چیزایی که میخوایم بگیریم واسه غذاها رو داریم میگیریم. تو نخود میخوای دیگه؟ ما همه چیز آخه تو خونه بود. همه چیز تو خونه داریم. فقط نخود چون خیلی طول میکشه میایم نخود آماده میگیریم. بریم. نمسته عیسه ها. çok güzel. بریم غذای محلی هر کشور درست کنیم. آقا مسعود چی داری برام؟ ما هم درست کنیم خانه یعنی غذا. خانه یکم حاجی فوش ندیدی؟ نه خانه خودت. خانم با هم دوست بشیم. از الان بعد دیگه هندی صحبت کنیم. خانه من از الان بعد فقط ترکی. نمسته. Ben çok ne ماست هموژنیزه ماست دی گوجه دی پیاز دی رو باهه نخود هه آماده خریداه لیمو هه هاه سیرا هه گوشت هه که برای من ادویه دی پیاز دی. آقا غذایی که میخواد درست کنی چی آقا؟ من بس گفتیم خندیدیم بذار حرمت حفظ شه. من میخوام اسم غذا رو یادم نه. من میخوام چانا مسالا درست کنم. چانا مسالا یه غذای هندیه. Çok güzel. Çok güzeller. Gel gelin dersinim dersin. Hoş bulduk آخری. Gel gibi gel. Orşurum.
آرامم ساره بردیری غذای معروف ترکیه دونر کبابه. من میخوام دونر کباب درست کنم. گوشت دی؟ برو اومد. گوشت دی؟ ببخشید گوشت. ناراحت شدی؟ چربیه. ناراحت شدی؟ گوشت نیست. ببخشید گت بابا گت بن تسبیح ده جیب ده. آقا الان هر کدوم از خودمون داریم غذامون رو درست میکنیم. من میرم دونر کباب درست میکنم. شما چی درست میکنین؟ منم چای ماسالا. نه چانا ماسالا. چانا ماسالا. پودر گیشنیز ریختم، فلفل قرمز، زرد چوبه. فلفل قرمزشو چون هندی‌ها یه خورده بیشتر زده بود، اینقدر بریزیم نصفشو من 2 برابر ریختم. گل گل رگل ماجان. نخودم اینجا آماده است. پیاز هاهه، گوجه هاهه، نخود هاهه، لیمو هاهه. Çok güzel, çok. Ben گوشت اول ده گوشت. گاچ. ابتدا ده این کوچیک ده. اول چاقو گنده ده. ساتوره ده. حاجی نه نشون نده. زیاد چاقو نشون نده. YouTube please don't delete this video. This is cooking. کوکائین؟ نه. yok. من چرا ترکیه ناختم دارتو؟ کاش من مینداختم ترکیه. واقعا من ترکیه باز بهتر بلده. بشکاپ بررسن. هند مقیم ترکیه. ورقه. از این بشقابا داری به من بدی؟ yok. Arkadaş دونر کباب بچه‌ها دونر کباب گوشت میخواد. گوشت باید ورقه‌ای کنی. چاقو تیز یکتی. آقا من چاقو تیز کنم. چاقو تیز نیست. رجب دی مادر پرستار دلم. مادر چه حسی داری از این که من پسرتم؟ مادر انگار مادر از این که چرا منو اون شب نذاشت ساعت 9 جلو در. مادر ناراحت از این که چرا اون شب از جلو در تو رو برداشت. نباید میگفتم گریه نکنی یوتیوب پاره ده. اینو داشتم میگفتم دونر کباب گوشت میخواد. گوشت ورقه‌ای. گوشت سپس پیاز لری رنده لری. آخ دارم گریه میکنم. شام سوختاه. الهه الهه کیم داهه. نمنده. ترکای عزیز جهان عذرخواهی میکنم اگه من این چیزی رو اشتباه میگم چون واقعا هیچی بلد نیستم از ترک نیستم ولی ترکا رو دوست دارم. مادر پرستار. اصلا یه جمله معروف هست میگه پدر فقط مادرم. مادر فقط پدر. ها این اشکالو میبینی هر روز از چشم مادرامون میاد برای یه ذره پیاز. آقا من زدم استایل ترکیه هیچ استایل خاصی رو نیاورد. خب همه خوشتیپ. آره همه انگار مدلینگ بودن. من گفتم مدل معمولی که نمیشه بذار حداقل شبیه یکی از شخصیت‌های فیلم‌های ترکیه‌ای باشم. زد به سرم رجب ایودیک گوشت پیاز ده. من هین ویدیو حامله ده چیز شکم ده چخلارın حکایت ده پیدا داداشم شکم بازاری. آقا میریم برای طرز تهیه دونر ده. گوجه هاهه. آقا باید اول اینا رو ترکیب کنیم با هم. پیاز ظرف کوچیکه من نمیتونم. ظرفم کوچیکه. علی کلام گیر کرد علی. اوه ببین چی پیدا کردم. نماسته کوچاه گوجه هاهه نخود و تصوک هست. آقا اینجا پیاز با گوشت ترکیب کردیم. خب حالا ماست چقدر بود؟ 2 تا قاشق. 2 قاشق یومورتا. قاشق چیه؟ یومورتا میشه دو تخم مرغ. ماسته. من اصلا نگاه نمیکنم چند تا قاشق لازم داره. همینجوری میریزم واسه خودم. دستش به کم نمیره. سفره داریم دایی. ماشاءالله داوود. ازام سو خیلی زیاده زیرش. روغن زیتون. وقتی داشت سفره دار باشی دستت به کم نمیره. ماشاءالله به افتخاره. لیمو ده نصرت و گوه زدیم. ماسته دوغه نماسته ندوغه. اون برای من بود. لیمو برای من بود. برای غذای من بود. دهنت رو برای تو بود؟ نه من گوجه دارم داداش. ماست برای تو بود؟ نخودها رو بریز. دست بزن زورم زیاد در باز کرد. امیتا خوبی؟ امیتا بذار ببینم. امیتا پاشو گل نخود هر که رود خانه خود.
بی‌مزه دی. خب حاجی میریم برای ترکیب کردن ادویه‌ها. فلفل قرمز زیاد شد. زردچوبه، کنجد نمیخواین؟ آویشن میخواین؟ حاجی چی درست کنم؟ آخه این چیه هندیا درست میکنن میخورن؟ تو رو خدا قیافه رو احساس کنم ریدی تو قابلمه. هندیا عزیز ببخشید. رب جاش اینجا یه رو به من بده. آرکاداش تنه دی. یعنی من تو غذای معروفتون هندیا داداش چی آخه؟ دیدی چی گفت؟ بی احترامی که به هندیا دیدی؟ من کباب ترکی بخوره من حاجی مطمئن اینجوریه؟ اصلا روغنش کمه. ادویه نمک ده. شما نمک نمیخواد زیاد زدم. نریز آقا نریز. میزان لجوزی اون دوستم. باش بابا شور میشه این نمک دریایی. بریم برای ترکیب آبلیمو دی زدم دی. غذای من تقریبا آماده است تو هنوز سرخ نکردی. نماسته شخلارم حکایتی. آقا غذای مسعود پخت. فقط ببین چی درست که من نمیدونم داشی چیه. به این غذا میدونی چی میگن؟ چانا مسالا هاهه میخوریم هاهه. میزنم اولین لقمه رو خودم میزنم که داداش اگه مرگی در کار بود بابا بنازم من بمیرم داداش. چیز خدا نکنه. میترسم بخورم. بخور مرگ برشیدم. از اون حسه بگو. بد نیست. خب اصلا تست نه چیز ساده ایه بخور. انشالله که اون دنیا نریم. نخود و گوجه و ادویه تندیش خیلی باحاله. اصلا بوش میزنه. خودمون آقا چیز ساده خرسیر کنیه. نه بد نیست خوبه. ولی خب خوبه ولی به غذای من نمیاد. غذای من یه ذره طول میکشه چون گوشته طول میکشه به پزه. خیلی طول پختاه. بریم دونر کباب دی. ببین داستولی چی پخته. میذاره اینجا یه خیارشور تنگش نازل بهش میده. بیا خیلی خوشمزه. اما مسعود میخواد ببینیم چه کرده داستولی. این مرتی که هندی میخواد تست کنه. این چیه؟ یه ذره بیشتر میپخت. کار کردی با دلم وای. از اون حسه. طعمش خیلی خوشمزه است. من صحبت نکنم. هم مگه میشه دایسولی چیزی درست کنه بد بشه. حاجی خیلی خوشمزه است. ببین جا همتون خالی. وای حاجی خیلی خوبه. هوا میپخت. قبول داری؟ آرکاداش غذا هندی یمان بیشیده هاهه. ببین یه چیز براش پختم پرچم ترکا رو بردم بالا. الله وکیلی. ما بریم بخوریم حاجی. خیلی خستیم. هم گوشت نمونه هم خستیم. آقا ما اومدیم خواب. خستاهه. من یه هندی آوردم رو تختم. بچه‌ها ما میریم بخوابیم. داشت زیاد پاتو کجا باتو بخورم. دهنمون سرویس شد. واقعا خستیم. ببین پیدا کردن لباس خودش یه چالش بزرگ. مگه پیدا میشد؟ ناموسن قیافه سالی رو میاد. میریم واسه فردا صبح 2 تا چالش باید با همین قیافه انجام بدیم. چاخ گذر. چخلارن. حکایت هاهه داشت. کاب بخور. نمسته. چاخ گذر. حاجی صبح شده ما به سختی بیدار شدیم. ساعت چنده؟ ساعت 1. دیره پایی هشماه همه ریخته. یه جوری نگاه میکنن یعنی یه جوری نگاه میکنن. مثلا مسعود که تریپش یه ذره پوسه سبزه است. کپی هندیا. منم که سنی چوک سویورم. نمسته. آرکاداش آهنگه. میخوایم بریم کافه ها. آرکاداش بینی چوک براک ده رجب ایوه دک. برو پایین دیگه چقدر زر میزنی حاجی. یوک باقلوا کجا دارن داداش؟ آقا اشکال نداره ما باید ویدیو بگیریم. اشکال نداره داداش. باقلوا اینجا کجا داره ما بریم بگیریم؟ سمت باقلوا خوبه ترکی خوشمزه. نمیدونم دقیقاً کجا. ایول همینجا میریم. دم دیگه هم داداش. عشقی. آرکاداش آدرس. باقلوا خورده. Can you speak English? English. Yok. Çok seviyorum. Nemisti. Baklava orada. Baklava kimdi? Ne manadı? English. Yok. Amasti nimha. Thank you brother. Thank you. تا الان 3 تا باقلوا فروشی اومدیم. 3 تاش بسته است. یعنی میخوایم میان بعدهای کشور ترکیه رو امتحان کنیم. باقلوا با چای می‌خواستیم بزنیم. الان سومیش بسته است. یعنی ما داریم کل پردیس و کرج و نمیدونم مرشه رو اینا رو داریم میگردیم. یه موقع نگید داشتولی ویدیوهاش که باقلوا استانبولی همین. آقا همین بسته بودی آقا همین. آرکاداش بینی ویناک
آرکاداش روغن موتور دی عوض دی با همین تیری. روغن موتور نماست. آقا اومدیم روغن موتور حاجی می‌خواستیم بغلا فروشی همین الان اومدیم یهو روغن موتور عوض کنیم. بعد این یارو منو میشناسه الان ببینه پشمش میریزه. یاده بریم فرمون بده من بیام تو. برو فرمون بده. اب بیرون. نمیسته نیم هیاتو دیجی لیره دیجی آقا سلام عرضی. چطوری داداش خوبی؟ چه خبر؟ سلامتی سال نو مبارک. آقا ما داریم یه ویدیو هم میگیریم همینجوری تیری پا خزه. اشکال نداره. گفتیم سر روغن موتور هم عوض کنیم. خوبی؟ عزیز دلی. خب موضوع ویدیو اینه که من الان کشور ترکیه ام. داداشمون هنده. Beni kaputt de. الورماده پیشران ده. پیشران 206 دی. بگیر موتور وحشی نگاه. موتور ماشین وحشی. ترکی بندازیم. ترکی بندازیم. صلاح الله arkadaş بندازیم. صلاح چیه؟ صلاح بندازیم. صلاح خودتی. بیشرف. رفیق. بده بره. رفیق کپسولو بگیر رفیق. خودت میدونی چیکارش کنی. مسعود یه رقص هندی برو. یه چالش بهت میگم مسعود رو انجام بده. برو تا اون وسط برگرد. همین برو. برقص هندی برقص بیا. وای دیریفش فقط. دیریف و دریا. یارو چی نگاه کرد. مسعود برقص. بی شرف عالمو نگاه. مسعود دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره. حاجی نمسته واقعا فکر نمی‌کردم بری انجام بدی. دمت گرم. بچه یه قلب قرمز. تون داری سمبوسه تون؟ 2 تا سمبوسه پیتزایی بدید. اومدیم سمبوسه تون بزنیم برگردیم. سموسه اومدیم بخوریم میانورده هندی. سمبوسه آقا ما زدیم تو گوگل چند تا غذا آورد. به فکرمون زد چه سمبوسه معروف‌ترینش سموسه بود. سمبوسه تون. اگه برای سمبوسه برای هندی تو کامنت ها بگید. من کامنت بگیرم. چی کامنت ها بگید. سمبوسه برای کدوم کشوره؟ ما از صبح هیچی نخوردیم تا الان ساعت چنده؟ باقلوا فروشی که رفتیم بسته. واقعا الان ساعت 2:30 نگاه کنید. این پسر زشتر نگاه کنید. وای حاجی انقدر بد نگاه میکنن. مسعود رو بد نگاه میکردن. مسعود یه ذره سبزه است واقعا شبیه هندیاست. آمیتا چاخان. سمبوسه اومد. گرمشه. چه روغنی داره. نماست سمبوسه نمیخواه. سس تنده. تنده سس واقعا تنده. خیلی سس تنده. نه خوشمزه است. ما گشنم بود سمبوسه اون نکرد. فلافل داریم میزنیم بر بدن. برو بریم. آقا ما غذا رو خوردیم الان میخوایم بریم تو خونه باقلوا بخوریم دیگه. باقلوا بازی حاجی واقعا از صبح گشنه دگ بودم. گشنم بود. الان ولی یه خیس آروم و مهربونم خاله. سیرم. خاله بریم شهر بازی. بریم شمال. ببین این چالش ما داره از 24 ساعت بیشتر میشه. واقعا داره از 24 ساعت بیشتر میشه. ما دیروز همین تایم ویدیو رو گرفتیم شروع کردیم الان یعنی داره میگذره هنوز کامل نشده. داریم باقلوا رو بخوریم کامل. بس بیا تو دهنم. بچه‌ها بیا تو دهنم. ما اومدیم خونه حاجی چای ریختیم با باکلاوا. بگی باکلاوا. استکاناشون هم ترکه ها. پاشاواقچه است. آرکاداش بن آوردم خونه هوم هاوس. آقا چای باقلوا اومدیم بخوریم. یکی از خوردنی ها و خوراکی های ترک های عزیزمون. خیلی پایین دیگه آخرشه. قیافه ها پاره پاچیده. مثلا من نگاه کن دارم میمیرم. زیر این خیسه اینقدر رفت کرد. مسعود خودمون داده. خودمون زیگیل داره این؟ سبزا چیه؟ نه چیزی نیست. تو سرعت نشون نمیده. برو بریم. خوشمزه است. ببین ترکیه چی دارن. ببین ناموسا هندیا چی دارن. چیه میخورن این هندیا؟ نه مسعود خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. اینجا بعد دیگه باید شما بگید هندیا بهترن یا ترکیه یا از نظر غذا واقعا هندیا اصلا آشغالن. اصلا دیشب غذا درست که ما داشتیم میریدیم. شما بگید توی ویدیو بعدی کدوم کشور باشه. کشورها رو توی کامنت ها بگید که از بین اون کشورها انتخاب. خیلی دوستتون دارم. نماسته.